باید گفت که ما نسلی هستیم که کتاب بابا جان غفوروف برآمد یکمش اصلی کتاب سال 1972 نشریات نوکای مسکو از چاپ برآورد شاهد بودیم. وقتی که ماه فوریه سال 1972 در دانشگاهی به نام لنینی تاشکند در کورس تکمیل اختصاص می‌خواندیم، یکی از پروفسوران این دانشگاه باریس لونین به ما لکچه می‌خواند از تاریخ نگاری، تاریخ کپیسیس. و در لکچه همان روزش اظهار داشت که در تاریخ نگاری SSR کتاب نو با نام تاجیکان بابا جان غفوروف از چاپ برآمد و درباره کتاب بعضی معلومات‌های کوتاه را بیان کرد و دیگر مسئله‌های پهلوهای گوناگون این اثر را دیگر بیان نکرد. کتاب از اهمیت علمی و اهمیت عملی و اهمیت تاریخی و عمومی جهانی دارد. از همه زیادتر، از همه بهتر بهایی که به این کتاب دادن جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت پرزیدنت کشور می باشد که در سرسخن نو نشر شده این کتاب میگوید که این کتاب شهادت نامه ملت تاجیک است. در اصل همین خیلی هم هست. در شرایط حاضره این اهمیت دوچند پیدا میکند. در شرایط جهانی شوی ملت های هستند که در این شرایط از بین رفته ایستادند، زبانشان را گم کرده ایستادند، لیکن با شرافت بابا جان غفوروف کتاب تاجیکان نوشته شده است که این کتاب رفته با گذشت وقت اهمیت جهانی پیدا کرده ایستاده است که جهان فهمید که تاجیکان ملتی خیلی کهن، ملتی که مدنیت بلند، تاریخی کهن و خیلی ملتی هست که چنین کامیابی ها را دارد و این کار همین کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف اجرا کرده است. و خیلی که میگویند شخصان بزرگ با شخصان بزرگ دیگر نگاه میدارند. همین شخص بزرگ در سیمای با پرزیدنت کشورمان اثبات کرد این مسئله را که باز یک بار دیگر از سر نو با ابتکارات این کس این کتاب نشر گردید. نشرش یک طرفی است و تمام اهالی تاجیکستان تحفه گردید که چنین اقدام در یگان دولت دیده نمی شود. مسئله دیگری که برای خواندن کتاب و برای از خود کردن این کتاب باز پول تیند، مبلغ تیند، این هم در جهان اولین بار است. این خیلی کار در یگان جا نمی کنند.